سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوبین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به کانال یوتیوب من. یک کلاس دیگه از ابزان فایل رو داریم. ببخشید من دستم بالا میکروفونم رو اینجا وصل کردم. کلا کلاس امروزمون فکر کنم 10 تا 12 دقیقه باشه. زیاد زمانتون رو نمیبره. واسه همین تنها چیزی هم که لازم دارین یه یوگا مته. من اینجا یه دونه میله رو پیدا کردم. شما میتونید که از پایه مبل، حالا تخت، هر چیزی که توی خونه باشه که فقط بتونید دستتون رو بهش قلاب بکنید میتونین استفاده بکنید. سعی بکنید قبل از اینکه حرکات شکمتون رو شروع کنید شما میتونید یه پیاده روی سبک داشته باشید یا حتی میتونید یه سری حرکاتی که بتونه ضربانتون رو بالا ببره که من سعی میکنم حتما یه دونه فیلمم برای اون بذارم. یعنی قبل از حرکات شکمتون بذارید که با یه بدن گرم شروع بکنید. میکروفونمون رو میذاریم، میریم شروع. برو تا بریم. میریم برای تکرار 20 تایی. اگر فکر میکنید فشار زیادی رو به شکمتون میاره میتونید از تعداد تکرار 15 تایی هم استفاده بکنید. تعداد حرکاتی که میزنیم 5 تا حرکته، توی 3 تا راند میزنیمش. فقط یه نکته دیگه هم وجود داره، اینه که بین هر حرکت فقط میخوایم امروز 10 ثانیه استراحت بکنید تا بیشتری فشار رو آماده؟ میریم شروع میکنیم. من اینجا تایمر دارم، شما سعی کنید از تایمر استفاده بکنید. میریم برای حرکت لگ ریس برای شروع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 لازم نیست زمین برید. 9 10 عالی. همینجا کن. یه استراحت 10 ثانیه‌ای. سعی می‌کنیم برای حرکت بعدی که حرکت قیچی هست پا رو تا نزدیک زمین ببریم. شروع می‌کنیم. 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. حالی. دوباره 10 ثانیه استراحت. مثل همیشه که بهتون میگم تنفس دیافراگمی، نفستون رو خالی کنید. حالی. آماده میشید برای 3 ثانیه. 3 2 1 2 3 4 5. جای پاتون رو نگه دارید که بتونید شکمتون رو مقابل کنید. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. عالی. خیلی نه. دوباره استراحت میکنیم. خیلی عالی. حالا میریم دوباره برای یک لگ ریز دیگه، ولی این لگ ریز رو کسایی که ذره مشکل کمر دارن میتونن این حرکت رو استفاده بکنن. پا توی شکم جمع. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10. اگر حرکت براتون سخت بود من 10 تای دوم رو به یه صورت دیگه بهتون نمایش میدم. 1 2 3 4. میتونید از این حرکت جایگزین استفاده کنید. 5 6 7 8 9 10. عالی بودید. سعی میکنم بالا براتون یه نمای کلی از عضلات شکممون بذارم. همونجوری که میبینید ما عضلات زیر شکممون موربه، پس سعی میکنیم که با قرار دادن پامون روی هم اینجوری بتونیم اونا رو تقویت کنیم. شروع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1. عالی بودیش. یه استراحت 30 ثانیه‌ای میخوایم انجام بدیم. 5 حرکت اولمون رو زدیم. توی سایکل دوم برمیگردیم از اول. راجع به حرکت قبلی یعنی حرکت آخر بهتون توضیح بدم. عضلات زیر شکم به صورت مورب و به صورت اینجوری روی هم قرار گرفت. همونجوری هم که این بالا می‌بینیم. برای همین برای تقویت کردنش همه حرکت ها تاثیر خودش رو میذاره، ولی ما میایم با قرار دادن پامون روی هم فشار بیشتر متساوی با متناسب با شکل خود عضله انجام میدیم که حالا ما میتونیم با گرم کردن پامون این کار انجام بدیم. شروع میکنیم بعد از 5 ثانیه. 5 4 3 2 1. میریم دوباره از اول. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. خیلی خوب. 10 ثانیه. تو این ثانیه هایی که تنفسی کنم میتونید نفس بگیرید بذارید کار پمپ خونتون، پمپاژ خونتون به درستی انجام بشه. بریم برای حرکت دوم. حرکتتون باشه حرکت قیچی بود. میریم شروع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. عالی. استراحت. 5 4 3 2 1. بریم برای 2 3 4 5 6 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. انقباض شکم یادتون نره. نفس خاره. حرکت بعدی رو دوباره من 20 تا میزنم. 20 تای اول خود حرکت، 20 تای دوم حرکت سازگار شده برای اینکه کسایی که براشون سخت بشه. شما میتونید 20 تاشو هر کدومو که دوست دارید امتحان بکنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا دوم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خیلی خوبه. 10 ثانیه استراحت. طبق معمول. نفس. عالی. خب حالا میریم برای حرکت آخری که بهتون گفتم توضیحشم دادم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
یه نفر. هر جایی که تونستین بزنید، کم نیارید. حتی شده در 20 تکراراشو تبدیل بکنید به 2 تا 10 تایی، ولی سعی کنید تعداد تکرار رو انجام بدید تا فشار واقعی روی شکمتون رو حفظ بکنید. استراحت زیادمونه، میریم برای چرخه آخرمون. تو این تایم من الان متاسفانه آب ندارم کنارم، ولی سعی کنید که حتما یه بطری آب داشته باشید. توی استراحت 30 ثانیه‌تون بدنتون رو هیدراته کنید که وقتی عرق میکنید آب و بدنتون از دست میره بتونید دوباره جایگزین بکنید. میریم برای سایکل آخرمون. برو بریم، این سایکل خیلی مهمه، بیشترین فشار رو قرار بگیریم. برو بریم. 1 2 3 4 میتونی 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. عالی. نفر اصلا کم نیاری. منم فشار رو شکمم زیاده الان، ولی دارم تحمل میکنم. نفس شروع میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. عالی بودی. فوق‌العاده. این قسمت آتیش داره میگیره. اسم کلاس همون هم باشه دیگه، abs on fire. باید بسوزه شکمتون. دوباره بریم برای حرکت بعدی. 3 2 1. ادامه بدی یا کم نیاری. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. استراحت. فقط 2 تا دیگه حرکت میده. تا اینجا اومدی، بقیه‌اش هم باید بریم با هم دیگه. نفس. حرکت سخت است. دوباره 10 تا سختش، 10 تا آسونش. برو بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عالی بودی. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. نفس. 10 ثانیه. حرکت آخر. عالی بودی. باریکلا. برو بریم آخری هم تموم کنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 تا آخر. برو. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. عالی بودی. عالی بودی. الان فقط یه کار دیگه میمونه. آب بخوری، لایک و سابسکرایب بکنی. واقعا لایک و سابسکرایبتون بچه به من انرژی میده واسه اینکه بیشتر و بیشتر بسازم. کامنتاتون فوق العاده باحاله. یعنی انقدری از کامنتاتون انرژی میگیرم که واقعا خودتون باورتون نمیشه. پس این کار رو از من دریغ نکنید. خیلی ممنون. میریم برای یه جلسه دیگه به زودی. برو تا بریم.